مجالس مختلف که اعضای کمیسیون اداری اکثرا در اینجا موجود هستند و یک سلسله سهولت‌های را در نظر گرفته شد، یک طرح ساخته شد. وقتی که ما طرح همراه امیرالمؤمنین صاحب شریک ساختیم، گفتن که باید از این کده اضافه تر سهولت‌ها باید در نظر گرفته شود. اما بود که در گام اول گفتن که مطلق باید معاف شود. باز هم گفتن که به خاطر ضرورت ملت، این هم ضرورت ملت است، ضرورت حکومت اسلامی است. اگر ما هیچ مالیه، اگر بر ما باشد هیچ مالیه نمیگیریم، یک افغانی هم مالیه نمیگیریم، اما بر معلمین، بر دکتر صاحبا، بر پلیس، بر ترافیک و بر دیگر کار اردو، بر دیگر مامورین امارت اسلامی افغانستان معاش از کجا بدیم؟ غیر از مالیه دیگر کدام عواید دیگر هم در اینجا در وطن ما موجود نداره. به خاطر همین مصلحت ها باز هم یک اندازه مالیه در نظر گرفته شده است و تخمینا در برابر نیست است دیگه. امیرالمؤمنین صاحب گفتن که تا 2 میلیون افغانی، اما اقشار مختلف اصناف که قبلا وزیر صاحب گفت که 206 نوع اصناف داریم ما شما، همه از اینا، همه دکانداران و کسبکارانی که در افغانستان وجود دارند تا 2 میلیون سالانه فروشات داشته باشند از مالیه مطلق معاف هستند. از 2 میلیون اضافه تر کسی فروشات داشته باشد سالانه، تابع قبلا مالیه 0.5% بود، او هم فروشات 1 لک افغانی بود. 1 لک به 2 میلیون اضافه شد و 0.5% هم به 0.3% تخفیف شد. کسایی که بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالیه هستند. تا 2 میلیون معاف است. همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند اونا مطلق از مالیه معاف هستند. از 2 میلیون اضافه شد، باز در اون صورت امو زیادت تابع مالیه هست. کسی مثلا 3 میلیون فروشات داشته باشد، 2 میلیون از مالیه معاف است، اما 1 میلیون اضافی از این تابع مالیه هست و هم 0.3%. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد، 2 میلیون از مالیه معاف است، اما 2 میلیون اضافه از این تابع مالیه می شود 0.3%. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد و ریزه دارند همه از مالیه معاف هستند. این سهولت هم از شروع سال، از اول حمل سال 1403 قابل تطبیق است. تقریبا 2 ماه از این گذشته است، از اون وقت این سهولت نافذ است، از اون وقت انشاءالله این قابل عمل است. قبلا سال گذشته هم الحمدلله همراه همه تاجر صاحبا، صنعتکارا سهولت‌های زیاد صورت گرفته بود. از آن جمله بعض از این را ما به شکل مثال یادآوری میکنیم همراهتان. جرایم مالیاتی که سالهای قبل بر بالای مردم باقی مانده بود همه معاف شد و برای آینده هم از پیش کسی جریمه مالی گرفته نمی شود. از سالهای قبل بر بالای کسانی که باقی مانده بود و مطلق هم معاف شد. برای اصناف و کسبگرها ایرادات مالیات باقی مانده سالهای مشخص هم در اونجا ذکر است معاف شده بود. برای ادارات تعلیمی و تحصیلی سکتور خصوصی در سال 1402 مالیه انتفاعی گرفته نشده است پیش از اونها.
در سکتور صنعت مالیه انتفاعی از 4% به 2% تخفیف داده شد. برای مالیات دهندگان در پروسه بررسی سهولت آورده شد. قبلا تا 5 سال بررسی صورت می گرفت. تاجر صاحبا گفتن که این اسناد و مدارک از پیش ما گم می شود، این بر ما یک مشکل است. به جای 5 سال ما این را به 1 سال کم کردیم. این یک کلان سهولت برای تاجر صاحبا بود. و دیگه ای بود که همه بررسی هم در اینجا در مرکز صورت می گرفت. این یک مشکلات دیگر بود. این را ما گفتیم در خود زونها می شود بررسی صورت بگیرد. و همچنان بر سهولت های دیگر که از قبیل ساختن مراکز آسان خدمت بود و ون استاپ شاپ بود، این چیزا را قبلا به خاطر سهولت تاجر صاحبا و صنعتکاران ما در نظر گرفته شد. از سکتورهای صنعت، تجارت و زراعت 7% مالیه قراردادی موضوعی گرفته نمی شود. این قبلا گرفته می شد، این دیگه سهولت شد. از سکتور صحی مالیه انتفاعی از 4% به 3% تخفیف داده شد. و مراکز صحی که در کشور عزیز ما نو ایجاد می شوند در سال اول از مالیه انتفاعی مطلقاً معاف هستند و در سال دوم 2% مالیه انتفاعی می دهند و در سال سوم و سالهای بعدی باز به شکل عادی همون 3% مالیه انتفاعی را تهیه می کنند. انشاءالله امارات اسلامی افغانستان همیشه کوشش می کند که همراه ملت با شهامت افغانستان در بخشای مختلف سهولت صورت بگیرد و در آینده هم ما بفهمیم که در کدام بخشای سختی است. انشاءالله کوشش میکنیم در او بخش سهولت به وجود بیاید. و همچنان که جناب وزیر صاحب مالیه گفتند، پیغام ما به بررس‌های وزارت مالیه هم همی است که اگر در آینده در هر نقطه افغانستان از مامور بررس اگر شکایت در اینجا برسد در مرکز که او خلاف شریعت، خلاف اصول اسلامی و خلاف قوانینی که از طرف امارت اسلامی تایید شده است خلاف از او کار میکند، او را ما سخت سزا میدهیم. اما لحظه از وظیفه هم برکنار میسازیم و به محاکم هم میسپاریم که مطابق شریعت اسلامی بر از او جزا داده شود. یعنی خواهش ما از همه مامورینی که در بخش جمع‌آوری مالیات توظیف هستند است که همراه ملت افغانستان باید بسیار به سهولت، با اخوت، مطابق اصول اسلامی باید رفتار داشته باشند. و انشاءالله توسط حکمی که از طرف امیرالمومنین صاحب حکم داده شده است با همه دکانداران، با همه اصناف انشاءالله بسیار سهولت زیاد انشاءالله در نظر گرفته شده است. همه ملت افغانستان از این انشاءالله نفع میبرند. درست است این مالیه کم می شود، در شک نیست، لیکن انشاءالله به ملت افغانستان یک خیر بزرگ میرسد در صورتی که بودجه